من برای تو جان و دریغ نمیدارم در دنیا. لا اغنی عنک من الله شیئا. اما فرد روز قیامت سوال و جواب در پیش پروردگار با خودتان وای من نمیتونم در اونجا برم چریز بازی کنم. کسی قبول نمیشود. هر کس تک تنها پیش پروردگار دعوت میشود و حساب کتابش میکنه. هشتا در سرت بگی بچم. انمی دعوت های حضرت صلی الله علیه و سلم بود که ما نمیگیم که پیغمبری ما بزرگترین پیغمبرای جان ما نمیخره. ما رنگ یهودی های ابله نمیگیم که ما مردم برگزیده هستیم خداوند دوزخ برامون حرام گردونده است. ما رنگ نصرانی ها نمیگیم که حضرت عیسی آمده از جان همه ما را خرید خلاص به همه دیگر. نه، میگیم که پیغمبری ما بزرگترین پیغمبرها است. لیوای حمد فردا روز قیامت پرچم حمد در دست پیشوا و پیغمبر ما هست. تمام پیغمبرای الله از آدم علیه السلام تا عیسی علیه السلام همه در پشت حضرت صف میگیرند. حضرت صاحب شفاعت است. حتی اهل کبایر امت چه طلب شفاعت چه میکنه. شافع و مشفع است که شفاعتش پذیرفته میشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت اولین شخصی هست که جرأت میکنه در جنت میکوبه. خداوند متعال در بروش باز میکنه همراه شدن امتاشان. یورا ما 100% میدونیم. اما ما را پیغمبر تاکید کرده است که ای مرد که خوب پشت در سرت بگی به حلوا گفتن دهن شری نمیشه. و یک مسلمان گفتن امت محمد صلی الله علیه و سلم گفتن بولی تو مسلمان امت محمد نمیشه تا زمانی که عمل نکنی. عمل که نداشته باشی هیچ فایده نداره. سبحان الله. فقط رأی نمازت میپرسن این اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاة. روزی محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. و تو وقت امتحان نماز نسپاریدی، نماز در مقابل ایستاده است، پیش پروردگار شکایت میکنه که این بنده نولوی بدبخت نعمت تر خور در نمکدان تف کرد. نمازی را که فرمانی تو است، نمازی را که ساعت قبولی تو است نمی اومد نمی خوند. محمد صلی الله علیه و سلم دیگه از رنگت بیزار میشود. شفاعت هیچ وقت را طلب شفاعت نمیکنه. میگه لست منی، تا از من نیستی، انا بریء منک، من ای رنگی تو بیزارم. همین تعلیم حضرت صلی الله علیه و سلم چنان با مسلمانان داده است که ما امروز افتخار میکنیم که الحمدلله مسلمانان همیشه با پروردگار رابطه دارند. در یک شبانه روز 5 بار نماز میخوانند. ماه شریف رمضان در چیله تابستان هم که بیاید این ماه روزه میگیرند بخشی و خرسندی. همین سببش همین حضرت بود. تاکیدهای حضرت صلی الله علیه و سلم بود. حضرت مولوی قصه میکند میگه آن جهود و مؤمن و ترسا مگر همراهی داشتند با هم در سفر. چون رسیدن این سه همراه منزل هدیهشان آورد حلوا مقبله. باره میگه یک یهودی و یک نصرانی و یک مسلمان همراه کجای سفر میکنن. وقتی در همون مکانی قصد داشتهشون رسیدن در یک کاروانسرا فرمودن. اگه آدمی که سفر کنه خصوصا زمانهای پیش معلومه که در چنگ خاک گم میشود. همین شکل صورتش میفهمی که همین مسافر است. در عصر 21 زندگی میکنیم. اگر چند هول دیگه ماشین پویز سمالیوت 2 روز 3 روز اگر سفر کنی آوازی نکنی بوی بدن میبروید، عرق بدن دمو بوش میبروید. و او شب و روزا که مردم در خیر اسب پیاده سفر میکردن بیچاره در خاک دیگه آغشته میشیدن. یک آدم مقیمی دید چون همین دریافت که همین ولی گفت همین بیچاره مسافران شاید گشنه باشن. رفت خونش در یک کاسه حلوا گرفته، بالاش در یک نون دیگر هم تا پرو مانده آورد گفت همین را بخوری به خاطر خدا. تخمه بودند آن دو بیگانه زیخور بود سا امروز آن مؤمن مگر. جهود نصرانی شکمشو سیر بود از خوردم دیگر اوژین کردم دیگر. ای مسلمان از ترسی اون که من بود و بعد همراهای ناباب یکون لقمه حرام یا شبهناک نخورم بیچاره روزه گرفتم دست. این روزه دار بود است. چه نماز شام آن حلوا رسید بود مؤمن مانده در جوع شدید. وقتی نماز شام و وقتی افطار تا آمدید دیگه بی‌طاقت شده ایش نگیره. اون دو کس گفتن ما از خر پریم امشبش بینیم فردایش خریم. جهود نصرانی گفتن شکما موسی رای حولا همی زیبی سهر خرک داره ایست شرینه زفت رک دست آزد میمونیم سهر زفت رک میکنیم.
گفت مؤمن نه که ما خود ستانیم، چون خلاف افتاد پس قسمت کنیم. هر کی خواهد خصم خود بر جان زند، هر کی خواهد تا سحر پنهان کند. مسلمان گفت شما ناحقی نکنه برادر، این حقی سه کسی، شما سیر من گشته‌ای بخوام روزدار بدم، بیای ابی سه حصه تقسیمش میکنیم، من گشته که هستم میخرم، خواهی شما سیری مونه سحر خرکش کنه و اختیار داره. پس ورا گفتن زین حکمتگری، قصدی تو این است تا تنها خری. گفتن تو مسلمان حیله‌گر، اگه یک کاسه چی کی را داره که او را با سه حصه تقسیمش کنه، تو میخوایی که ما اون را بیاریم بمونیم، ما سیریم دلمونه کشاو تو قبضنی نمیشه. گفتم اقلیت باید به اکثریت اطاعت کنه. بیچاره زورش به یو نرسه، یا دو کسن زمین پست آسمون بلند، زورش اومد تا بی طاقت یک سوت کشیده ایش نخورده است. بیچاره رفت دراز کشیده یک کنجک، سراش مونده خور رفتن. پس بخفتند آن شب برخواستند، بامدادان خیش را آراستند. روی شستند دهان و هر یک، داشت اندر ویر راه و مسلک. سحر خواب خیستند، هر کدومش موافق همون شریعتی خود رفتاری خود عمل کرد. یهودی خیست روش شوشت، دهنش اوگردان کرده، روش طرفی بیت المقدس کرد. یک چند آیه را از تورات هم تا جنبیده خون اومد شیشت دستری دستر خون. نصرانی هم یک کریس کشیده اومد در پهلو شیشتون. این مسلمان افتوای او گرفت بر افتورت کنی. یک 10-15 دقیقه پس اومد یوش دستش دورم. گفتن ابا چه بیو اگه بخریم حولو را. گفت حالی من نو که شروع میکنم به عبادت. وقتی من توزه کردم پیش پروردگار به همین بدن خلقی نگشت خیلی بیستی. صبر کنه که نماز بخونم. رفت در نماز استاد، فرضی بوم داده به تجوید ترتیل خیش را خوند. یا را تعجب شو گرفته است که او این مرده یک سوتکه هیچی نخورده، این مو به طاقت چی دیده خیلی اینقدر ایمانی قوی دورن که یک جوش نمی جنبه نمازخونه ای را بی خیسه کوتاه نماز خلاص کرد اومد در پهلوش و شیشت. کوسه در بلوی تاق موندگی های. اون یکی گفت تا که هر یک خوابی خیش، آن چی دید او دوش گو آور به پیش. هر کی خوابش بهتری را او خورد، قسم هر مفضول را افضل برد. جهود گفت که بچه ها یک پرسه شکم یک اساسیت میکنه، بیاید پیشکر نکنید، همین خواباتون رو نقل کنید. اگر کسی شب خوابی رحمانی دیده باشه، خوابی خوب دیده باشه، اشیر مادرش حلال بگذارم او بخرش. این طریق یکم تموسیر نمیکنه. پس جهود آورد آن چی دیده بود تا کجا شب روحی او برگردیده بود. این جهود را این سطحی ورده دستش گرفته سر کرد. بچه ها گفت من شب حضرت موسی را در خواب دیدم. گفت در شب موسی هم آمده پیش، گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. از پی موسی شدم تا کوه طور، هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. حضرت موسی اومد میگه دست مگرفت کوه طور اون بود تا سحر. همین نوری رحمت پروردگار، همین نوری شعای الله ذوالجلال محکم کرده بود. هم من هم موسی و هم کوه طور هر سه گم گشتیم زان اشراقی نور. در همین تایی غرق نور الهی بدیم، در طاعت عبادت بدیم، باش طاعت عبادت کردیم، در حیات شما طریقه بدیم. خوصه حقی من هست. و این اصلاحی گم گفت خلاص جورا من مورم گفت زنیم بخیر. بعد از اون ترسا در آمد در کلام که مسیح هم رو نمود اندر منام. من شدم با او به چارم آسمان، مسکن معوای خورشید جهان. گفت جورا گفت این خوابی تو خوابی خوبه، خوابی بزرگ اینه که خوابی زمینی هست. من شب حضرت عیسی را در خواب دیدم، دست مگرفت آسمانی چارم اون بود. این همی تا سحر ملائکه و اوچ را دستوده بر از یورت کردیم. خوابی تو کجا و خوابی من کجا، هر دش رزوار دورن. این مسلمان خواب شدگی هست. و گفتن جورت خواب ندیدی. پس مسلمان گفت ای یارانی من، پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطان من. بچه ها گفت منم خواب دیدم. حضرت همین مثل ماه شب 14 میگه از در همی خونه قادرمت همه منور شید. ما مسلمان ها دروغ نمیگیم در خواب، خاصتا در حق پیغمبرمون. هر کسی حضرت در خواب دیده است حقیقتا دیدگیش، زیرا شیطان شکل صورتی محمد گرفته نمیتونه. حضرت میگه پیشم اومد بیدارم کرد.
پس مرا گفت آن یکی بر تور تاخت با کلیم حق نردی عشق باخت. آن دیگر را عیسی صاحب قران برد بر فرق چهارم آسمان. خونت پری گندم گفت ای خونه آباد خدای تعالی میگه کنتم خیر امتی اخرجت للناس، شما بهترین امت هستید در تاریخ بشر. ایتن خومه نگرن رفیق یهودی همراه حضرت موسی در کوه طور عبادت کرده است. اون نصرانی را حضرت عیسی آسمان برده استش با طاعت عبادت و ذکر مشغولن. تم خومه کنی خیز ای پسمانده دیده ضرر بار آن حلوای یخنی رو بخور. اگه خونه آباد تو روزداری برای تو همه افطار و عبادت های او در همه عبادت در ذکر دیگه در فکر خراب نیستم. تو بخی اخران هم روزه تبک شو ای سلیم گولی و پسمانده هین برجه بر کاسه حلوا دیشی. این خیلی که گفت بیقرار شیدن پرید خیز جهود کاسه رای بروی تاق گرید دید خالی بودن. حضرت شب زد استش لیسیده تا زا کرده این بوداییه. همه ای آرامی و همه ای حضور قلب و حضور تورات کریم و مسئولی ایسا بیا بیوخی. حضرت میگه اذا حضر العشاء و العشاء فابدأوا بالعشاء. اگر طعام شام با نماز شام یکی اومد اول کمی طعام بخورید نفستون رو آرام کنید بعد نماز بخونید که در بین نماز در یادی خراب نگلته. یه میشکمش سیر به حضورت به تجوید ترکیل میخونه. پس ها رو گفتن آنگه ای حریص ای عجب خوندی تو حلوا و خبیث ای خونه آباد. گفتن که اوجا حق ما رو هم بود تو نپرسیده حق ما رو هم خوردی. گفت چون فرمود آن شاهی مطاع من کیم تا که نمایم امتناع. و وقتی که پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و سلم فرمان میده من سگی گجام که فرمان پیغمبر من نبرم. اگر میگفت جان تفیدا گفت به خدا قسم جان میدادم ولی که بشنه بودم یه حولای شریعی با مذهب است. تا جهود از امر موسی سرکشی گر بخانه در خشی یا ناخشی. تا بدبخت یهودی گفت تمام جنایاتون شما بنی اسرائیل به نام حضرت موسی سپیسد میکنه. اگر حضرت موسی تو را امرت کرد اجرا نمیکنه. تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی توف در خیر قبیح. تو نصرانی گفت نعوذ بالله حضرت عیسی را خدا میگوی پسر خدا میگوی. اگر همه حضرت عیسی فرمان رو بتا اجرا نمیکنی. من زی فخری انبیا سرچون کسم. پیغمبری و افتخاری تمام پیغمبرای الله های. و یا حضرت این امرش اجرا شونده های و مطعم و مطاع. من از افتخار پیغمبران چه سر میکشم خورده هم حلوا و این دم سرخوشم. گفت حضرت فرما داد خوردم بله. پس رو گفتن والله خوابی راست تو بدیدی وین به از 100 خوابی ماست. به خدا قسم گفتن همین خوابی راست حقیقت دیدی. جهود گفت من برای هم یک کاسه حولا شده رو سیاه کردم. موسی که در کجای موسی را مثال آوردم که تو را فرد فریب کردم. این خونه سوختای نصرانی ایمان در گذرون گفت باید درو اسمولی کرد بدبخت گریب اسمولش رو آورد. نه که همین خوابی حقا خوابی فایدنو که تو دیدی کشنبک هم سیر شد. اگر مقصد مولوی از این حلوا طاعات عباداتی هست که برای قیامت منجم میکنه. ما هیچ وقت نمیگیم که ما بنده‌های برگزیده خدایی ما نماز میخونیم روزه میگیریم